سلام علیکم. حاج آقا داره بد نگاه میکنه. امروز ولاخ داریم. چه ولاخی؟ قرار امروز برم بعد از مدت ها پیرسینگ جدید بزنم. راستش خیلی وقت تو سنم افتاده بود که این کار انجام بدم، ولی نمیدونم چرا دارم میخوام روی ابروم بزنم. هدف اول اینجا بود، پایین لب، بعد گفتم برم رو ابروم. فقط نمیدونم ابروی راست یا چپ. حالا احتمالاً هست که وقت داریم مشخص میشه. الان هانا داره میاد پیشمون که اول یه مسابقه کاری دارم با هم بریم در مسابقه کاریه. بعد از اون را بریم پیرسینگ رو بگیرم برای ابروم و تهش هم که بیایم ببینیم چی میشه. حالا من فعلا رکورد رو قطع میکنم. هانا که اومد با هم برمیگردیم. هانا که اومده رسیده ولی طبق معمول گم شده. الان دارم میرم اونو پیداش کنم و احتمال زیاد پیرسینگ رو هم گرفته و با خودش آورده. حالا بریم ببینیم چه کرده. آقا با موفقیت کیس مورد نظر پیدا شد. از اون ته خرامان داره میاد. چطوری یا نه؟ هانا جان میشه یه بار دقیقا بگی چه گوی خوردی؟ یه دقیقه نباید چیز تو یادم رفت بیارم و الان چیکار کنم به من چی؟ از صبح 10,000 بار بهش زنگ زدم. پوفیوز تو داری میای این دست بیلم بردار بیا، پیرسینگرم بردار بیا. نش گفته باش الان میام الان میام. و خواهر همچنان یادش رفته. خب بچه هانا رو از دست دادیم متاسفانه. ولی موفق شدم که پیرسینگر رو برم و بیارم، با اینکه سر زوره و مثل سگی گرمه. اما از اونجایی که تو شیرازیم و کنار یه پارکیم مثل چی بولاش گل میاد حاجی. اینم پیرسینگ است. رنگ نقره‌ای رو به پیشنهاد پیرسینگ کارم گرفتم، چون که مشکی که میخواستم بگیرم گفت رنگش میره و رنگ ثابت اصلا وجود نداره. برای بار اول ممکنه به خاطر کنده شدن رنگش اینا عفونت کنه جای زخمه، پس نمیشد اما اول کار مشکی بزنیم. طلایی هم خیلی جل فرومخ بود و از اونجایی که میخواستم من پیرسینگ گوشم ست بشه گفتم که دیگه نقره ایش کنیم و اصلا انتخاب بهتری بود. دیگه من ویدیو رو میبندم میرم خونه. ساعت 7 شب دیگه روی ادامه پروژه هم دیگه رو میبینیم. خب بچه ها میدونم گفته بودم که قرار ساعت 7 بریم، یعنی اون بیاد. ولی الان ساعت تقریبا 5 و خب یکم برنامه‌مون به هم ریخت. برای همین قرار شد که ما بریم دیدنش. قرار توی پارک پیرسینگ رو بزنیم، نمیدونم چرا، ولی الان داریم میریم سمت اسکو اتوبوس که بریم اونجا بچه‌ها رو ببینیم و توی همون پارک آزادی هم پیرسینگ رو بزنیم. خانوم پیرسینگ کارمون هستن، از دور میان، بالاخره رسیدیم پیداش کردیم. خب میشه بگی الان چه بلایی خب سرم ما بیاد؟ نگاه از این وسایل استفاده میکنیم. 1 2 3 همه جای ابروش بزنم. شطرنج میکنم. من ابروش به پایین بزن، زیاد بزن، فشار بده، بزن پایینم بزنم. مطمئنی داری در مورد کرم حرف میزنی؟ فشار بده، بزن فشار بده، زیاد بزن. خب پارچه آسیا بزن. بزن دست جین دو چشت هم بزن. دو چشت اونم بزن چش کنید. بسته. بزن خوبه؟ خب پلاستیکه بده. ترسیدی؟ استرس داری؟ آره. اصلا الان استرس نشه. از پیرسینگ ابرو همیشه خیلی میترسیدم، چون اگه عفونت کنه خالص گاهی است. اگه مراقبش باشی عفونت نکنه هیچیش نمیشه. اولش که اصلا خود پیرسینگ زدنی که چیزی موردی نداره. کیفش اندازه مطب بیمارستان ترسناکه. من باید چشم بسته بمونه.
ها میخوای کورش ده مگه؟ گرفت. کم بیش. خب اینو بگیر زهرا عزیزم. نور خوبه. ها مبارک باشه. نمیدونم شما فقط پیرسینگت خیلی خوبه، خوب بلنده، ولی ببین چشت اذیت نمی‌کنه چی باز کنی. الان باز کنم اوکیه. ولی خیلی خوبه. پیرسینگت بزرگه، یک دلیل دیگه عفونت نکنه، هم یک پیرسینگت خوب جا داشته باشه. خب بچه‌ها الان ساعت تقریبا 2:30 شبه. این شد نتیجه کار. راستش درد آنچنانی نداشت. از انتظارم خیلی کمتر بود و خیلی هم باحال در اومده. خیلی حال میکنم باشه. شما هم اگه با ویدیو حال کردین لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگه ویدیویی هم تو ذهنتون که دوست دارین براتون بسازم این پایین تو کامنت میتونید با هم اشتراک بذارید. عشقای منید و توی ویدیوی بعدی میبینمتون. تا اون موقع پیس.